سلام دوستان عزیز، زنهای مهربان، روزتان بخیر، شادی باشد. امروز ما در 31 دکبر ساعت اینجا قریب 3 رسیده. ما گفتم که روم طرف مولان تگای پوشنک تازه کنم تا نماز شما با اسپید کرده بیام خونه. اومدم طرف مولا، این برامون چند روز پیش که یمی کداموش زدیانشه او که مزش نبود، عدیل نمودم شکی یک جدا اوقات خرا ایسته خیلی سوستر شده پیش نده. اینجا باشد دوستانی عزیز، انمی براره ما میکشیم نصیب باشد پگه روز جمعه، روزی خوب. در روز جمعه خون کنیم گفتیم، روز شنبه مرکه داره. برای همین یک روز دیگه من بگم در قشقار تگی باشه تازه کردم تگای باشه با ایسر نو همی چه خسای قاب چاشیدم که تا خیلی تا پگه استراحت کنه. نمیخواه دوستانی عزیز، این ویدیو تلواری روز دوشنبه ای. ما رفتیم همین طرف های رایون کتی گودکا در اومدم گفتم یا نرخونه ها را بینم. صاحبش که اومد من سیونکا کردن نتونستم دیگه. باری نازی یار را پرتافتم، در محبتم سبکی کافتم، روی آوردم بسر ناآشنا، صدر غذاشنا روی تافتم. یاری رفته بر نمیگرده دیگر، یاری رفته بر نمیگرده دیگر، هر قدر جویم شبم خونی جگر. دوستانی عزیز، اول آمدم من مغازین پبیدم. من برای چی آمدم اینجا؟ اول برای که من در کوسای شوربا بردارک در کار بود، چکرک من در محکول شده بود. یک ماه پیشکی آمدم گفتم که اضافه آمدم ای همه میگیرم 10 دانه برای مرکمون. نه که من آمدم نیافتم بگم همون کوسه ها نمیدون تمام شده بود، چی بود که جاشون خالی بود. اساسا من برای کوسه اومدم با خیلی تماشا کردم، گفتم یک پیش ای سال نو یگان چی نو اومده گه، نه که پیش ای سال نو هیچ نمونده بگم راستی. ای خوراکش بگم خیلی کمتر کودکا تماشا کردن، جای می با یک طرفش کپال نی گروشکه های کودکای نه چه خیلی که میبینی کتی من نیستن همونجا تماشا دارن. اینجا باشد یک دو نمود پیچین در کار بود. ما گفتم که همجا گیرم، نه که محقول دیلمونه نیافتیم. پیچینه هم بگم که پیچینه خشرو نه پیشینه باره. ما می اومدم همجا پیچینه خشرو میگرفتم میافتم بگم که محقول دیلمونه. مرزیل نیکاش پور همه چی هست. اینجا 5 کیلو شکر 229 روبل بده. یک ماه پیشکی آمده بودم، نرخ کپوس 8 روبل بود، حاضی باشه 10 روبل شده. نرخ پیاز 11 روبل بود، حاضی 16 روبل شده. نمیخواه دوستانی عزیز کپوس کنه که کپوس خشرو خیلی چا پوستش سخت نه، همخواه برای سالات برای چی بینیویت خشرو من خیلی نگرفتم، خونه ده بود. اینجا قریب 1.5 کیلو وای گرفتم، پامیدور گرفتم. اینجا اومده مغازین سویتافور پیش پبیده ده بود، گفتم بیاخواه یک ایشم درویم تماشا کنیم. پیش ای سال نو یگون نویگاری هست، نکه اشتم نه بگم خیلی مو پیش نباره. خیلی اومدیم کتی کودکای سو گشتیم کمتر. ما برای که گفته بودیم که همین میبریم کودکا را تو چند قیل تماشا کنن زکشان برای گفته. اینجا اومده مغازین بوم، مغازین آزربایجانا.
این مغازین 1 سال پیش پیک شده شدگی به نهایت ویبرش کلونه به نهایت میسو چیزای کچیسلا داره میوی همه چی در کاری تا بگم میوی پاپشی و لیباسی هم خیلی همه چی هسته با یک قسمی مغازین دا پولنی پسوده و هم خیلی چیه و شما دا من نشون میتیم وقتی کتی کودکا آمدی کودکا همی چیزی را خپیدن همون را میگیری کودکای مدر آمدن اینجا مغازین بگم که بچه هم خیلی ویایو نه که دخترم نه ما دخترم دا چیزی که محکول کنم اون را محکول میکنن بچه مانده بگم که 3 کسم ما یک جمپی را میکپیم این خودش توقع یک جمپی را میکپیم نه من همی را میگیرم اکثر لباس های بچه های ما همش سویتوش سریه نمیدونم این سویت سری محکولایش چیه که همه لباس هاش بگم که سریه سویتوش با یک جمپیر گرفتیم شای همیجا کودکا که شوهرم در یک طرف ما باشه فقط اومدم انمی ریاد پسوده ها میام تماشا میکنم نیکی نمیخرم 6 قاشق 200 روبل 6 ویلکه هم 200 روبل به نهایت خیلی خوشروی کچی سواشون خوشروی نیکی من یکم بار نخریدم فقط تماشا میکنم نایی سالادنیک 300 روبل کامپلکت بده ایجاده 800 روبل برای چی من نمیخرم برای که من مثال خونه و در خودم نیسته پیش خریده بودم 1-2 коробка پسوده استودگی های روی نکردم تاجیکستان خیلی یکم وقت روی میکنم گفته میتا استودم گفتم که پسوده ویای پیش های رفتنم تاجیکستان روی میکنم انا یک ریادی دیگش سومکه های به نیت سومکه های فاسون های کچستوش هم نغزه کожنی های چند نمودش بگم چخیل سویت محقوله تا میوی ایجا دوستانی عزیز ما آمدیم رسیدیم در خونه کودکای نمخه گرفتن سپریز نیکی همی برای هیچ نه بیا ما خرم برونیده هر چی وی داره ایگروشکه داره گفته برای همیشه گرفتن دخترم را همخه شامپون گرفتم برای شامپون همی کروبکه جده شامپون و سپری بده برای موی سر سپریش هم تمام شده بود با خاطر سپریش گرفتم گفتم که وی عدل نخرم همی خیلی کمپلکش خرم اساساً کیندرو را برای انمی ایگروشکارشون گرفتم نگاه کنین و ها در یک سو پرتافتگی ایشه بینین های صبریت نکرده درونشتا ایگروشکا داره گفته گرفت دوستان عزیزم خرید کرده من 1 коробка پچین گرفتم خیلی 1-2 نمود او گرفتم اینایی پچکه انجیر گرفتیم 1 پچکه برای نایی افا ورده بودم برای صوفه و همه قطق دردم خیلی در چیزشون نمیخوردیم سبشونی ملکا تمام شده بود گرفتم خیلی 1 نمود قند گرفتیم دوستان عزیز انمی نمود برنج سکیچه شده بوده 12 کیلوش قریب 1000 سوم ما 4 کیلو گرفتیم برای مرکه خونه دا برنج بود گفتیم که خیلی همین نمود برنج وی کنیم اش کنیم اینم خیلی دوستان عزیز کیلوی برنج 79 روبل هم خیلی شده بوده جمع خودم در 1 پلاتیا گرفتم اسمش دروزی بدم نیسته کالتای بدم نیسته نرمالی قریب 300 روبل دا گرفتم
анан попшиёра бачаи ма вибр кард дар ҳамон магазини калон. ма хостам ки ягон кроссовки хеле гармака гирим ша. неки гуфт ма кроссовки дорум дар мактаб, фақат барои физкултура мегирам, барои давидану машқ кардан гуфта. баъд ҳамон маҳкули худша гирифтем бугум. анами жемпира вибр кард, ма дар маҳкул нашид бугум жемпир тунук ва хеле медаван, хеле худаш маҳкул кардам. жемпира 600 рубл да гирифтем. иша دوستانی عزیز، امروزه بود ولاگی ما. خیلی کمتر خرید کردیم، خیلی لکتی کودکو گشتیم. اینجا ما سالا پختم. ما سالا میگیم، دیگر را نمیدونم. خیلی با عروس خوارس میگن یا که اورما میگن، چی میگن. ما ایرا سالا میگیم. به نهایت رزونک خوشرو آمد. برای مرکه پخته موندم، گفتم هیچی نمیشود. خیلی دوستانی عزیز در پناه خدا باشه، خدایار مددگارتون باشد. رحمت برای سخنهای نیکتون.